مخاطبین از رسانه پشت پرده. ماجرای فیلم استاندار سامه یادتونه میگه که منم داشتونی رو آقای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید، جمله پرتکرار و همیشگی من، حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و سالم و سرحال باشید. امروز قصد داریم که در برنامه پشت پرده بررسی بکنیم حواشی آخرین کنسرت این چهره شادمهر عقیلی در استانبول در کشور ترکیه که جنجال‌های زیادی رو به پا کرد، تصاویر زیادی بیرون اومده بود و خلاصه دعوا و درگیری در کنسرت آخر شادمهر عقیلی در کشور ترکیه در شهر استانبول اتفاق افتاده بود که میخوام راجع به این قضیه حواشیش پشت پرده‌اش به شما بگیم، چون حرف و حدیث و شایعه تا دلتون بخواد هست. اما قبل از اینکه راجع به این موضوع صحبت بکنیم، یه لطفی بکنید اگر کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، ویدیو رو برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید، همین الان لایک هم بکنید تا بریم ببینیم که ماجرا از چه قرار بوده. عموما کنسرت های شادمهر عقیلی در اکثر کشورها همیشه از چند روز قبل سولد اوت میشه. این نشان از محبوبیت عجیب و غریب شادمهر در بین طرفداران شیش آتیشش داره. میتونم شاهد زنده باشم در کنسرت شهر دوسلدورف در آلمان از چند روز قبلش این اتفاق افتاده و توی استانبول هم من 3-4 روز پیش در به در دنبال بلیت کنسرت شادمهر بودم برای 2 تا از دوستای خوبم که گیر نمیاد، با اینکه ما میشناختیم برابچ رو، اما خب به هر حال بلیتش گیر رفقای ما هم نیومد. اما این نشون میده که شادمهر جزء محدود خواننده هاییه که پس از مهاجرتش از ایران خیلی خوب پیشرفت کرد و همیشه به سمت جلو حرکت میکرد، برعکس خیلی از خواننده هایی که ما شاهد بودیم که بعد از اینکه از ایران مهاجرت کردن، خواننده هایی که اوایل دهه 80 یعنی 1380 به بعد منظورم نه 1980 اوایل دهه 80 از ایران مهاجرت کردن، خیلی هاشون افت کردن. حالا خواننده‌های رپ یا اصطلاحاً خواننده‌های زیرزمینی هم بودن که اومدن اینور و تونستن خودشون رو پیدا کنن، اما شادمهر عقیلی جز خواننده‌های پاپی بود که بعد از اینکه از ایران مهاجرت کرد تونست روند رو به رشدی داشته باشه در موسیقی. برگردیم به اصل موضوع. توی ترکیه محلی که اینا انتخاب کرده بودن برای کنسرت یک محل استانداردی برای برگزاری کنسرت نبوده گویا، و شادمهر عقیلی میگن که حالا هلوش 45 دقیقه تا 1 ساعت با تأخیر کنسرت خودش رو برگزار کرده بوده که البته همیشه خواننده‌های ایرانی که توی جای مختلف کنسرت میذارن با تأخیر میان رو استیج. یکی از دلایلش هم خود ما مردمیم، به خاطر اینکه خیلی دیر دقیقه 90 وارد سالن‌های کنسرت و همه جا میشیم، حالا ترافیک و چیزهای دیگر رو هم بهونه میکنیم و میگیم که این اتفاقات باعث شده که حالا ما دیر برسیم. به خاطر همین برگزار کننده های کنسرت همیشه کنسرت رو دیگه در کمترین حالت ممکن که حالا بگیم بهترین حالت ممکنشه با 45 دقیقه نیم ساعت تأخیر برگزار میکنن. شادمهر عقیلی میگن که 1 ساعت دیر اومده بود روی استیج و اولین آهنگش رو که خونده بود سیستم صوتی مشکل پیدا کرده بود و رفته بود و بعد از اینکه 1 ساعت و نیم طول کشید تا سیستم صوتی رو دوباره درست بکنن، دوباره برگشته روی استیج و بعد از اون دوباره سیستم صوتی به مشکل برخورده و شادمهر عقیلی سالن محل برگزاری کنسرت رو ترک کرده بوده. اونجوری که من از عوامل و کسانی که در این برنامه دخیل بودن پرسیده بودم، گویا سیستم صوتی و باند و اسپیکر و میکروفون خوب و مناسبی نبرده بودن و گویا بعد از اولین آهنگ شادمهر این سیستم‌های صوتی 1-2 تاشون اونجا چیپستاشون میسوزه و فیوزا میپره و خلاصه تا اینکه بخوام برن چیپست جدید بگیرن و نمیدونم فیوز و چیزهای مختلف جدید رو اونجا اصطلاحاً نصب بکنن، این عملیات 1 ساعت و نیم 2 ساعت طول میکشه تا دوباره شادمهر برگرده. اما یه ده این وسط که میان، حالا من دارم میبینم که اینجا دارن
فوش میدن نمیدونم به شادمهر رو نمیدونم اینا، اصلا به اینا ربطی نداره. اون کسایی که کنسرت رو برگزار میکنن اونا مقصر بودن که حالا نتونستن شرایط خوبی رو برای برگزاری کنسرت مهیا بکنن. فیلم های زیادی هم اومد بیرون. این یکی از این فیلم ها هستش که حالا میتونم بهتون نشون بدم. حالا من اینجا باید سعی کنم که حالا میتونم تنظیم کنم که خودم خوب ببینم، چون نمیتونم اصطلاحاً ببینم. اگر بتونم این کار رو انجام بدم. بله، این تصویری هستش که حالا بعد از اجرای دوم آهنگ شادمهر بیرون اومده که من بیام اینورتر، که عوامل اجرایی میان و از حضار معذرت خواهی میکنن بابت این اتفاق. ببینید نشد. فردا همین ساعت توی همین دقیقه تشریف بیارید در خدمتتون باشیم. اینجا میگه که نتونستن سیستم صوتی رو مهیا بکنن. اون کسایی که بلیت گرفتن با همون بلیتشون فردا میتونن بیان. جمعیت معترض میشن، حالا آدمایی که اونجا بودن که البته منم بهشون حق میدم و توضیح قانع کننده‌ای برای خیلی‌ها نبوده این قضیه، به خاطر اینکه خب خیلی‌ها برای یه شب مثلا حالا ممکنه از ایران اومده باشن، هزینه‌های سفر، هواپیما، هتل، همه چی گرونه. گفته طرف یه شب بیام استانبول، آرزون بوده که مثلا کنسرت شادمهر رو ببینم، اومده یه شب استانبول و کنسرت ده. بعد گفتن خب نه امشب نمیشه، فردا شب میشه. بعد گفتن که خب بلیتتون رو پس میدیم. حرفه‌ایش این بود که این اتفاق با جبران ضرر و زیان برای کسانی که این برنامه رو نتونستن کامل ببینن اتفاق بیفته از سمت عوامل اجرایی برنامه، به خاطر اینکه طرف یه شب اومده بوده می‌خواسته فرداش با پرواز برگرده و شما باید خسارت و ضرر و زیان اون آدم رو بدید یا حداقل بهش بگید که آقا اوکی بلیتتو بیار، اگه فردا پروازته ما بلیتتو برات عقب میندازیم و پولشو میدیم، هزینه هتلت هم میدیم. این میشد یه کار قشنگ و حرفه‌ای که همه جای دنیا در کشورهای جهان اول انجام میدن. ما هم که ادعامون میشه خیلی حرفه‌ای، ما نمیدونم خدا سال تمدن داریم، به این چیزا که میرسه میگی نه به ما ربطی نداره فلان اینا. خلاصه این میاد معذرت میخواد، میگه معذرت خواهی میکنه و میگه که فردا همین موقع بیاد، که مردم واکنششون میدن. تصاویری که در فضای مجازی منتشر شده بود از این تیکه به بعدش بود که گفته بودن که آره چون شادمهر برای سالگرد مهسا امینی در سالگردش شب سالگردش اومده و کنسرت گذاشته، مردم اومدن فوشش دادن و بهش گفتن بی شرف، یعنی ربطش دادن به این قضیه. ببینید یکی هم اونجاست میگه شادمهر بهم زنگ زد. تیکت ها تشریف بیارید فردا همینجا. حالا من یه سوال دارم، شماهایی که طرفدار شیش آتیشی شادمهرید میرید کنسرتش چرا فوش میدید؟ نمیدونم طرفدارش دیگه فوش دادن. البته مردم معترض میشن اینجا و میگن که آقا ما فردا نمیتونیم بیایم، برنامه‌ریزی کردیم فلان کردیم. عوامل اجرایی اونجا و سکیوریتی ها که حالا عموما ترک هم بودن، حالا اونجوری که من شنیده بودم، میان و دست به یقه میشن با چند تا از این تماشاچی‌ها یا کسانی که رفته بودن برای کنسرت. خلاصه دعوا و درگیری میشه، اسپری فلفل میزنن، یه عده رو کتک میزنن، چند نفر راهی بیمارستان میشن و اتفاقات عجیب و غریبی در شب کنسرت شادمهر عقیلی اتفاق میفته که این تصاویر هستش از لحظه‌ای که گاز اشک‌آور و اسپری فلفل میزنن توی اون محل برگزاری کنسرت. حالا اینجا تویین هم میکنه، حتی ما اینجا به نظر من جایز نمیدونیم، ولی خب به هر حال این تصویری بوده که دست ما رسید. مردم رفتن کنسرت، هم نمیدونم این چه کاری نمیکنن.
حالا این توهینا رو ما حقیقت نمیپسندیم و به هر حال نمیدونم چه کنم. درسته دعوا درگیری میشه بین اون افراد و حالا یه شخص دیگه هم میاد این ماجرا رو توضیح میده. شکایت کنیم میشه اصلا بله بعد از این اتفاق در کنسرت شادمان تصاویر بیشتر هم هست. حالا این تصاویر رو حالا من توی پیج اینستاگرام هم میذارم. بعد از این اتفاقات چند نفری راهی بیمارستان میشن. یه عده میگفتن ما مشکل آسم داشتیم و اتفاقات از این دست. خیلی شکایت کرده بودن از شخص برگزار کننده کنسرت شادمهر عقیلی و گویا صبح امروز هم پلیس ترکیه شادمهر عقیلی به همراه عوامل اجرایش و مدیر برنامه‌هاش رو خواسته بوده برای پاره‌ای از توضیحات که نسبت به این موضوعات توضیح بدن. البته خب معمولا خواننده این وسط هیچ کار هستی که میگه باید برای من همیشه مهیا بشه و برنامه اجرا بشه. حالا بحث امنیتش با برنامه گذار هست و بحث اینکه بخوان جبران خسارت و ضرر و زیان رو هم انجام بدن، حالا بعد اون برنامه گذار این خسارت رو بده. اینکه حالا این وسط خود خواننده چرا فوش میخوره من نمیدونم. اصل داستان و اصل واقعیت داستان کنسرت تتلو میگم تتلو این چند روزه حسابی عجیب غریب شده اتفاقاتش و حالا بعداً صحبت خواهیم کرد. اصل داستان کنسرت انقدر تتلو تو کنسرتش حاشیه داشته و فوش این چیزا داشته، یاد کنسرت تتلو افتاد. اصل ماجرای کنسرت شادمهر عقیلی در ترکیه همین موضوع بود که به شما گفتم. حالا ربطش دادم به ماجرای محسن امین و چیزای دیگه رو من نمیدونم. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. حتما ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.